به نام خدا. من سر نخورم که سر گران است، پاچه نخورم که استخوان است، بریان نخورم که هم زیان است، من نور خورم که قوت جان است. معده را خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت قوت رسل. چون خوری یک لقمه از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. نیست غیر نور آدم را خورش، از جزون جان نیابد پرورش. زین خورش ها اندک اندک باز بر، کین غذای خر بود نه آن حر. تا غذای عصر را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس آن نور است کین نان نان شده است، فیض آن جان است کین جان جان شده است. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما نورجویان گرامی. من دکتر رضا حق‌پرست هستم، مشاور و مدرس معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی در رستوران روح و آکادمی پناه در یوتیوب و سایت آپارات. امشب راجع به موضوع مهمی میخوام صحبت کنم، اونم انقراض ششم روی کره زمین. ما تا حالا 5 تا انقراض مهم داشتیم که آخرین انقراضی که ثبت شده برخورد یه شهاب سنگ با کره زمین که نسل دایناسورها رو منقرض کرد. الان هم انسان با پرخوریش و خوردن غذاهای غیر طبیعی و مضر داره باعث انقراض ششم میشه و این موضوع رو در یک مستند علمی مطرح کردن به اسم از غذا تا انقراض که این توی سایت آپارات هست و من توصیه میکنم این مستند رو ببینید. من اینجا دارم خلاصه ای از این مستند رو خدمت شما ارائه میدم که بسیار ضروریه تک تک ما به مفادش فکر کنیم و یه تغییر اساسی بکنیم. من نمیدونم این همه اطلاعات منطقی و علمی هست و انسان اگر یک ذره فکر بکنه راجبش میفهمه که مسیر غلط رو داره میره وقتی که این همه غذاهای مضر مخصوصا غذاهای گوشتی رو داره میخوره. یه جورایی ما داریم با دست خودمان گور خودمان را میکنیم و این هوشمندانه نیست. و چه زیبا مولوی توی این چند بیتی که من اول این کلاس خوندم داره ایراد میگیره به انسان، به نحوه خوردن غذاها توسط انسان. 700 سال پیش مولانا پیش بینی کرده بود وقتی که میگه که این غذای خر بود نه آن حر، یعنی اگر تو آزاده هستی، هوشمند هستی و اسیر یک عده‌ای که سودجو هستن نیستی، تو بایستی رژیم غذایی تو عوض کنی. حواست باشه این غذایی که تو انتخاب کردی آگاهانه نیست. به خاطر سودجویی یک عده خودتو دچار مصیبت نکن. بزرگترین مصیبت اینه که ما که اشرف مخلوقات هستیم و مأمور خداوند بر کره زمین هستیم شرمنده برگردیم بالا و بایستی برای خدا توضیح بدیم که چرا با خوردن این همه غذاهای مضر کره زمینی را که خداوند آفریده رو ما خراب کردیم. این بزرگترین درد بشره. اگر انسان مبتلا به سرطان میشه، مبتلا به دیابت میشه، مبتلا به MS میشه، برای اینی که چشمش باز بشه و اینجوری شرمنده بر نگرده پیش خدا. اونی که گوشت میخوره، غذاهای مضر میخوره، مبتلا به سرطان میشه. همون غذاهایی که هم طبیعت بدن را در درون ویران میکنه و سیستم شفابخش الهی رو نابود میکنه، همون غذاهایی که داره کره زمین را هم نابود میکنه. من نمیدونم انسانهایی که اینجوری رفتار میکنن چطوری از پس شرمندگی برمیان. خیلی هاشون زیاد به این موضوع فکر نمیکنن و اصلا به فکر بالا رفتن نیستن، چون که میگن که ما بالاخره اگه کله پاچه بخوریم یا نخوریم میریم میشیم خاک قبرستان. یعنی انتهای خودشون رو اون خاک قبرستان میبینن و روح جاودانی خودشون نمیبینن.
برای همینه که مولانا بازم شاکی میشه، میگه چون شما سوی جمادی میروید محرم جان جمادان کی شوید. یعنی سنگ و چوب و آهن، فلز که به نظر ما مرده است، از ما انسان ها محرمتر پیش خداوند و طبیعت. و انسان هایی که اینجوری فکر میکنن که بالاخره آخر سر میرن میشن خاک گورستان، این انسان ها نامحرم هستند. چون شما سوی جمادی میروید، مولانا منظورش چیه؟ یعنی که تو فکر میکنی که این روح جاودانه‌ای که تو رو ساخته آخرش تبدیل میشه به خاک. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده ناآگاهی انسانه و این انسان ناآگاه و نامحرمه و بایستی سختی بکشه و شرمنده برگرده پیش خدا. من دارم تلاش میکنم که ما شرمنده بر نگردیم. ببینید توی این کلاسای من رفرنس ها و مطالب علمی رو به شما ارائه میدم. خیلی ها میگن ما نمیپذیریم تا مطلب علمی پشتش نباشه. من وقتی که راجع به معنویت و فیزیک کوانتوم و شفای کوانتومی صحبت میکنم میگن اینا خرافه است. بعد میام راجع به مطالب علمی هم صحبت میکنم، بازم یه بهانه‌ای برای نپذیرفتنش دارن. حالا در هر صورت ما کار خودمون رو میکنیم و من نگران نیستم، چون که بر این باورم که زمانش باعث برسه که یک نفر این مطالب را درک کنه. بچه کلاس 1 دبستان نمیفهمه معلم کلاس 5 برای دانش آموزه کلاس 5 چی داره میگه، چون که هنوز سطح سوادش نرسیده. خداوندم صبر زیادی داره. حتی این بشر کره زمین را هم نابود بکنه نگران نباشید. میلیاردها کره دیگه شبیه کره زمین هست و بالاخره همون افرادی هم که اینجوری دارن رفتار میکنن بالاخره اونا هم آگاه میشن، اما آگاه شدنشون یه کمی طول میکشه. مثلا اون مسیری رو که بایستی فرضاً تو 5000 سال بگذرونه روحشون، تو 50 میلیون سال ممکنه بگذرونن، اما بالاخره بازم میرسن، اما یه کمی دیر میرسن. خب حالا بریم سراغ این فیلم. مطالب بسیار گسترده‌ای تو این فیلم مستند از قضا تا انقراض هست که بعضیا حوصله ندارن بشینن 1 ساعت و 20 دقیقه این فیلم رو ببینن. من اینا رو کوتاه میکنم، توضیحات خودم هم بهش اضافه میکنم که درکش راحت تر بشه و اینا رو توی کانال آکادمی پناه توی یوتیوب میذارم. اینجا هم یه قسمتی از همین مستند از قضا تا انقراض رو میگم که بسیار بسیار جالبه. در این مستند با آنتونی رابینز صحبت کرده. آنتونی رابینز یک نویسنده معروفه که حالا از شرایط فقر و بیماری خودش رو رسونده به جایی که شده یک سخنران انگیزشی. توی این فیلم آنتونی رابینز میگه که من 12 سال رژیم غذایی وگان رو رعایت میکردم، یعنی گوشت و لبنیات نمیخوردم، تا اینکه حالا نمیدونم همین رژیم باعث شده بود چاق بشه و اومد رژیم کتوژنیک رو گرفت و میگه که بعد از اون رفتم تو خط خوردن سالاد و ماهی. رژیم کتوژنیک هم همینو میگه شما غذاهای چرب بایستی بخورید که انرژیتون از چربی تامین بشه، نه از کربوهیدرات. میوه نبایستی بخوری و فقط سالاد باید بخوری و گوشت چرب و روغن. یعنی دقیقا این رژیم سالاد و ماهی که آنتونی رابینز میگه همون رژیم کتوژنیکه که یک رژیم غیر طبیعی و مسخره است و خیلی ها رو دچار بیماری کرده. از جمله آنتونی رابینز میگه که من وقتی که شروع کردم به خوردن سالاد و ماهی دیدم حالم بده، حافظم داره از بین میره، خستگی مفرط رو حس میکردم، حالا روز خوشی نداشتم. رفتم پیش پزشکم و گفتم که مشکل من اینه، چیکار باید بکنم؟ اونم گفت خب من برات یه آزمایش می‌نویسم ببینیم آزمایش چی رو نشون میده. میگم منم آزمایش دادم، دیدم که زنگ زدم به آزمایشگاه که نتیجه آزمایش رو به من بدن، گفتن ما نمیتونیم نتیجه رو به شما بدیم، شما بایستی حتما بیایید اینجا پزشک آزمایشگاه شما رو ببینه. گفتم خودش میگه دلم یه دفعه هوری ریخت پایین. گفتم حتما وضعیتم خرابه که اینا نمیتونن نتیجه آزمایش رو به من بدن. میگم منم رفتم پیش دکتر رو من گفت کسی شما رو داره مسموم میکنه؟ گفتم نه. برای چی؟ میگفت توی خونت
مقدار جیوه بسیار زیادی است. دامنه این جیوه از 1 تا 5، یعنی 5 یعنی بسیار خطرناک. اما مال تو 123. این همه جیوه از کجا داره وارد بدن تو میشه؟ این هم گفت که من والا رژیم غذاییم سالاد و ماهی. میگه دکتر گفت پس همون ماهیه احتمالاً این جیوه تو بالا برده، چون که بررسی شده دیدن که گوشت ماهی، مخصوصا ماهیایی که توی این آب اقیانوس ها که آلوده است پرورش داده میشن، و حتی ماهیایی که توی پرورش ماهی‌های به طور مصنوعی دارن پرورش داده میشن، اونا آلوده به جیوه هستن. حتی من یک گزارشی رو شنیدم که در آمریکا به مادرایی که باردار هستن میگن نبایستی گوشت ماهی بخورید، چون که احتمال مسمومیت با جیوه هست و این تاثیر منفی روی جنین شما میذاره. خب این دکترم اینو به آنتونی رابینز میگه. پس آنتونی رابینز هم میگه دقیقاً پس مال همینه که من این جیوم رفته بالا، چون که من دارم ماهی سالمون زیاد مصرف میکنم. ماهی سالمونم بیشتر توی نروژ داره تولید میشه و اونجا هم توی قفس‌های توی دریا با یه جمعیت بسیار متراکم و مجبورن بعضی از این آنتی بیوتیکا و مواد ضد عفونی کننده رو به این قفس‌های ماهی اضافه بکنن که دچار بیماری نشن. اما خب این مواد شیمیایی وارد بدن این ماهی‌ها میشه و تازه خود اقیانوس ها هم آلوده است با بقایای پلاستیک، بقایای نفتی و فاضلاب‌های صنعتی که بشر داره میریزه توی این اقیانوس‌ها و تمام این مواد مضر وارد بدن ماهی‌ها میشه. بعد آنتونی رابینز فهمید که این مشکل رو داره، توی این فیلم صحبت میکنه. در این فیلم آقای دکتر مهاراج هم هست که اونم دقیقاً براش توضیح میده. میگه که این آلودگی به جیوه که توی گوشت ماهی هست تنها باعث مشکلات تو نمیشه، مشکلات دیگه هم باعث میشه، از جمله ریزش مو، افسردگی و همینطور سردرد. آنتونی رابینز هم دقیقاً حتی میگه طوری بود که من داشت احساس میکردم داره مریم سوراخ میشه. بعد خود آنتونی رابینز از یک متخصص تغذیه به اسم دکتر اراسموس میپرسه که خب حالا ما اگه بخوایم غذا بخوریم و چربی های مورد نیاز رو برای بدنمون و مغزمون تأمین بکنیم، چطوری باید اینو تأمین بکنیم اگر گوشت ماهی نخوریم؟ دکتر اراسموس که متخصص تغذیه است اینم میگه که ما راحت میتوانیم این چربی ها رو از گیاهان به دست بیاریم و بهترین گیاه، دانه گیاهی برای تامین امگا 3 که یک اسید چرب لازمه ضد التهاب برای بدن ما، تخم کتانه. و ما الان توی مؤسسه دیم داریم روی گیاه کاملینا کار میکنیم. گیاه کاملینا رو آقای دکتر کهریزی همکار بنده در دانشگاه رازی که الان توی استاد دانشگاه تربیت مدرس هستن، ایشون معرفیش کردن به ایران، از خارج وارد کردند و بسیار بسیار خوب داره تو شرایط دیم جواب میده و تولید میشه و یکی از منابع سرشار از امگا 3 در کنار تخم کتان و ما میتونیم امگا 3 مون از این طریق تامین بکنیم. دکتر اراسموس هم دقیقاً همین رو به آنتونی رابینز میگه ما اصلا نیازی نداریم که گوشت ماهی بخوریم. بعد وقتی که این مواد پیش نیاز ساخت امگا 3 و چربی‌های اشباع وارد بدن میشه، بدن ما خودش هم میتونه اینا رو بسازه و به این ترتیب دیگه ما نیازی نداریم گوشت ماهی رو بخوریم که آلوده است به جیوه.